سرخط خبرهای مهم: زخمی شدن هزارها کس از ترکش پیجرها در لبنان. بازداشت 230 جوان در دیسک کلوب‌های تاجیکستان. انتخابات در امریکا. نظرسنجی در تاجیکستان. پیروزی هریس یا ترامپ چی پیامدها داشته می‌تواند؟ سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید. به برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. امروز چهارشنبه 18 سپتامبر. برنامه را از یک خبر مهم جهانی آغاز میکنیم. طبق گزارش‌ها از لبنان بر اثر ترکش همزمان دستگاه‌های پیجری و پیام‌رسان دست کم 11 نفر به هلاکت رسیده و حدود 4000 نفر از جمله صدها عضو گروه حزب الله زخمی شدند. امریکا میگوید درباره این اتفاق معلومات و در آن دخالتی نداشته است. گروه حزب الله اسرائیل را در این کار متهم کرده است. مقامات اسرائیل گفتند که در این باره ابراز نظر نمی‌کنند. وزیر تندرستی لبنان شام سه‌شنبه اعلام کرد که ترکش پیام‌رسان‌ها باعث کشته شدن 11 نفر و زخمی شدن 4000 تن دیگر شد و وضعیت دست کم 400 نفر زخمی وزنین است. فیروز الابیض وزیر تندرستی لبنان همچنین گفته است بیشتر آسیب‌ها از چهره، دست و شکم به قربانیان وارد شده است. شبکه الحدث که به عربستان سعودی نزدیک است در گزارش خود از لبنان اعلام کرد از شمار عمومی زخمی‌ها در بیمارستان لبنان حدود 500 نفر بینایی خود را از دست دادند. پیجر یک دستگاه ارتباطی بسیم است که در دهه 1980 مورد استفاده وسیع قرار داشت، اما اکنون نیز در حالت‌های اضطراری یا در محل‌هایی که با شبکه ارتباطی مانند تلفن‌های همراه دسترسی ندارند استفاده می‌شود. طبق گزارش‌ها نیروهای حزب الله برای ممنوعیت از شنیده یا فاش شدن معلومات از این روش قدیمی و ساده برای ارتباط استفاده می‌کنند. کارمندان میلیسیای پایتخت در پی عملیات شرطی اخلاق و ترتیبات در دیسک کلوب‌ها 230 جوان دختر و جوان پسر را به مقامات میلیسیا حاضر کردند. رئیست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه گفت این عملیات در اساس مراجعت‌های شهروندان گذرانده شده. در جریان آن فعالیت مرکزهای دلخوشی سمیرا، پاریژ، جوانان و شام کلوب مورد سنجش قرار گرفت. مقامات میگویند این جوان دختران بعد گذراندن کارهای فهماندهی اقرار شدند که شکل ناسالم عملهای شهوانی را پیش نموده مرکزهای دلخوشی را به مکان فحش تبدیل دادند. با مقصد تامین سالمی جامعه و پیشگیری از پهنشوی بیماری‌های صورتی همه آنها از تشخیص‌های طبی گذرانده شدند، گفت رئیست وزارت کارهای داخلی. همزمان در این جایها برای فروش نوشاکی‌های پس‌صفت و مهلت استفاده برایشان گذشته نسبت به صاحب ملکانشان پرونده گشودند. و مالکان چنین مکان‌ها هشدار داده شده است که من بعد هنگام فعالیت طلبات قانونگذاری را رعایت نموده آرامی شهروندان را خلل‌دار نکنند و به اجرای عملهای فحش در داخل بیناهایشان راه ندهند، وگرنه نسبتشان چاره‌های تاثیررسانی قانونی اندیشیده می شود. نظر طرف دیگر معلوم نیست. دادگاه ناحیه دوشتیچ یک زن را برای تمجوی و به خودکشی رساندن کلین خاندان 5 سال روانه زندان کرد. در این باره فردوس حسین زاده دادرس دادگاه ولایت سوخت به آزیا پلوس خبر داده است. دادرس از این زن سلامت قادرova 49 ساله ساکن جماعت دهاتی یختن ناحیه دوشتیچ نام برد که مدینه مجیدова کلین خاندان را به خودکشی رسانده است. به اطلاع منبع خوشدامان و کلین در یک کارگاه کار می‌کردند و قادرova نسبت کلین خود بدگمانی کرده او را برای داشتن مناسبت محرمانه با راننده کارخانه گناهکار می‌کرد. سلامت قادرova به بهانه روی پوش کردن مناسبت با کلینش و یا تهدید از راننده کارخانه 8,500 سومانی گرفته است. گفته می شود ماه ینوار سال روان مدینه مجیدova با قصد خودکشی دارو می‌خورد و از این کار والدانش خبر یافته او را به بیمارخانه مرکزی ناحیه دوشتیچ میبرند و جان او را از مرگ نجات میدهند. دادگاه سبب خودکشی را تاب نآوردن به فشارهای خوشدامن گفته است. بعد شکایت نزدیکان مجیدova دادگاه ناحیه دوشتیچ سلامت قادرova را برای تمجوی و به خودکشی رساندن گناهکار دانسته 5 سال از آزادی محروم کرده است. روز 6 سپتامبر دادگاه ولایت سوخت شکایت کاساسیونی قادرova را نسبت به حکم دادگاه ناحیه دوشتیچ که ماه ایول صادر شده بود به تغییر گذاشته است. 5 نوامبر سال روان در ایالات متحده آمریکا انتخابات نوبتی پرزیدنتی برگزار می‌گردد. بسیاری ها می‌خواهند دانند که رئیس جمهوری آینده این کشور چی کسی خواهد بود و او چی سیاست نوی را پیش می‌گیرد. این دفعه در بخش نظرسنجی ما از ساکنان پرسیدیم که آیا انتخابات پرزیدنتی آمریکا برای شما مهم است؟
شما چگونه با آن می‌نگرید؟ آیا توجه دارید؟ خبرهایش را می‌بینید؟ با این دو نامزد اساسی از دو حزب اساسی آمریکا چی نظر دارید و پیروزی هریس یا ترامپ چی پیامدها داشته می‌تواند؟ پاسخ را یک جا می‌بینیم. شخصا من خودم طرفدار دونالد ترامپ هستم، چون که او در همون چی پیش از انتخاباتش گفته بود که اگر من پرزیدنت شوم جنگ اوکراین و روسیه باید با آخر رسد. برای همین من 100% طرفدار دونالد ترامپ. من گفتم اینترس من همین تاجیکستان رو آباد باشه، ما پیروان جناب عالی بودیم، این هستیم، این میمونیم، همین تنجی برای ما بسای یگون چی گفتن نمیده خدمتچی دولتی بودیم، خانه و در زمین دولتی ندادیم، یگون چی نکی ما شکرانه امیر وطن میکنیم، در کورشا جون برای وطن میدیم. یا زنه کم است هوای میدونم تا هوای شود باید نمیشه، هوای دبلت چیکن هوای تیج میکنم گفتم من بازار کار میکنم، هم خیلی آدم اومد هم خیلی گاف زد. خاک ترامپ میگه که ما شام جنگ وای میکنم، پیشگیری میکنم، نمیمونم. دولت در باره گل پروری ای ما بپرسیم، ما چخیر در باره گل کی میشنونیم، کدام موسم گلو کدام موسم دارد، بهاریش کدام ای، تیر ماهیش کدام ای، زمستونش کدام ای. ترامپ دایم وای ترامپ نامدار ایده وای خودش بسیار همین نامی خچه وای کردگی دامی بین مردم گذاشتگی. در هر 4 سال یک باری به فیلم هسته. این سال نه. پیگیری نه. تاجیکستان مهمه فقط. فکری ما هم ترامپ شود برای جنگ نمیشود. ترامپ شود زور میشه. باخله. در پشت راست میستم آسا. نی اهمیت ندارد ولی مملکتی آنها دوشون میدونم ما چی اتفاقی میفته. میانی مهاجرانی که به روسیه می روند از همه بیشتر شهروندان تاجیکستان بودند که در روسیه برای زندگی باقی می مانند. در این باره خبرگزاری RBK با تکیه به آمار روستات مقامات آمار روسیه خبر داده است. به اطلاع منبع 31% مهاجرانی که در روسیه به زندگی آغاز کردند از تاجیکستان آمدند. در این مقامات سیمای اجتماعی دموگرافی مهاجرات تهیه کردند. بعد از تاجیکستان شهروندان قرقیزستان 10%، اوکراین، ارمنستان و قزاقستان هر کدام 9% قرار گرفتند. گفته می شود مهاجری که برای زندگی به روسیه کوچیده است معمولا مردم 55% بوده، قابل مهنت 76%، اویله‌دار 51.4% و دارای معلوماتی میانه پوره 39.4% بودند. سر سال 2020 شهروندان تاجیکستان که خواهش گرفتن شهروندی روسیه را دارند در حال افزایش است. بخش یک روز تاریخ از مهمترین رویداد تاریخی برای امروز خبر می‌دهد. با یک قرار حکومت تاجیکستان از 18 سپتامبر سال 2002 در 230 گکتار زمین ناحیه‌های حصار و رودکی فرودگاه نظامی تأسیس شد که بعداً نام فرودگاه عینی را گرفت. این قرار یک سال بعد از شروع عملیات ضد تروریستی ایالات متحده در افغانستان قبول شد. تاجیکستان نیز در قطار ده‌ها همپیمان آمریکا به این عملیات پیوست. تاجیکستان برای نظامیان ائتلاف بین‌المللی ضد تروریسم بیشتر چون کشوری ترانزیتی لوجستیکی مساعدت کرده است. 18 سپتامبر سال 2017 در تاجیکستان درباره قبول ترتیب نو مراسم عزاداری و تعزیه خبر دادند که به قول مقامات مطابق به مذهب حنفی تهیه شده است. موافق این ترتیب در مراسم دفن داد گفتن، نحوه کشیدن، خاک به سر کردن، فیغان برداشتن، موکنی و روکنی کردن و آوازخوان آوردن منع شد. دستور نو مقامات مورد تنقید زیاد قرار گرفت. مقامات در تاجیکستان اعلام کردند که در جریان مناقشه روزهای 14 و 17 سپتامبر سال 2022 در مرز تاجیکستان و قرقیزستان 41 نفر کشته شده است. مقامات نگفتند که چند نفر آنها نظامی و غیر نظامی هستند. مقامات قرقیزستان تعداد کشته شده ها را در آن کشور 59 نفر گفتند. بهار سال 2021 هم
дар як задухурди бесобиқа дар марзи байни ду кишвар даҳҳо нафар қурбон шуд. ҳал ношуда мондани мақоми қаламравҳои баҳсии марзӣ як сабаби асосӣ то ба ин ҳол расидани муносибатҳо гуфта мешавад. و چون همیشه در این بخش از قربی اسعار میگوییم صبح امروز بانک ملی 1000 روبل روسی را به 116 سومانی، 100 یورو به 1187 سومانی و 100 دلار را 1066 سومانی مقرر کرده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. تشکر که تا این لحظه ما را همراهی کردید. تا فردا، خدا نگهدار.